سلام و عرض ادب خدمت همه دوستای عزیز. در این بخش از ویدیوهامون میخوایم که کلیات عمل کرده میل تعادل و تفاوت اصلی میل تعادل با استاتبار رو در خدمتتون باشیم. با ما همراه باشید. ما به عنوان اولین تولید کننده قطعات بهینه میل تعادل برای خانواده‌های ایران خودرویی و سایپایی با مطالعاتی که انجام دادیم، اینکه بیشترین افرادی که و راننده‌هایی که در خیابان‌هامون تردد دارن متأسفانه از اهمیت این قطعه اطلاع کافی رو ندارن و این هم برمیگرده به اون مطالعاتی و اطلاع رسانی‌هایی که در مورد فرمانپذیری، کنترل و اهمیت قطعاتی که در سیستم تعلیق هست و ایرادهایی که اگه این سیستم تعلیق‌ها داشته باشه چه مشکلاتی رو میتونه به بار بیاره رو ندارن و اکثرا امروزه بیشترین مبحث داغ محافل خودرویی ما، بیشتر مباحث تیونینگ ما، مباحث قطعات موتوری از جمله مثلا میل سوپاپ یا منیفول یا پیستون‌های تراکمی و اینجور مسائل که متعدد باشون آشناییت داریم. و متاسفانه اهمیت سیستم های تعلیق، سیستم های کنترل از جمله سیستم ترمز، سیستم تعلیق و سیستم های مشابه الکترونیکی که کار کنترل رو بر عهده دارن از چشم ها دور مونده و متاسفانه شاهد به وقوع پیوستن حوادث جبران ناپذیری هستیم. مطلبی رو خدمتتون گفتم که میل تعادل واجب تره یا بیمه ماشین. بیمه ماشین نمیتونه جون آدما رو نجات بده. ببینید دوستان، شما فکر کنید که با خانواده خودتون در حال تردد توی جاده هستید و یه لحظه یه اتفاق ناگهانی وسط جاده میفته و شما مجبوری که به سرعت تغییر مسیر ناگهانی داشته باشید که اون مانع و حادثه رو ردش کنید و بعد اون مانع رد کردن ماشین دچار بحران کنترل میشه و احتمال داره که کنترل خودش رو از دست بده یا اصلا نتونه اون دقت و فرمانی که شما به ماشین دادید رو اجرا کنه و میتونه با موانع و اون حادثه‌ای که وسط جاده رخ داده برخورد کنه و در این حالت خدایی نکرده ضرر جانی یا مالی به شما وارد بشه. در این حالت بیمه به هیچ عنوان، حالا به نظر شخصی من هست و شاید هم نظر شخصی خیلی از دوستان باشه، بیمه به هیچ درد نمیخوره. بیمه کجا میتونه جون عزیزای منو برگردونه؟ نه، به هیچ وجه ممکن. ولی وقتی که بتونم از اون بحران به صورت سیف و دقیق تری بتونم خودم و با خانواده خودم رو نجات بدم، یک اولویتی که میاد کنترل دقیق ماشینه و این کارو میل تعادل میتونه انجام بده. مهمم نیست درجه اهمیتش در مقابل عمل کرده که داره. مثلا سیستم تعلیقت هر چی باشه، تایرت هر چی باشه، ماشین شما هر مدلی که میخواد باشه یا هر ارتفاعی که میخواد داشته باشه، اهمیت و کنترل خودش داره و مهمترین قطعی که بتونه فرمان شما رو به نحو احسن اجرا کنه و اجازه نده کم فرمانی یا بادی رول در ماشین شما اتفاق بیفته که باعث از دست رفتن اون کنترل و پایداری میشه، میل تعادله. توی ویدیوهای قبلی هم عرض کردم خدمتتون که عملکرد میل تعادل به چه صورتیه. شما فکر کنید که با یک سرعت بالایی وارد پیچ میشه یا میخوای که در مسیری حرکت‌های پی در پی مارپیچی داشته باشی. در این حرکت‌های پی در پی مارپیچی میبینی که ماشین یه لنگرهای جانبی داره یا پهلو به پهلو میشه. به این حالت میگیم بادی رول. یا با سرعت زیاد که وارد پیچ میشی میخوای فرمان بگیری، خودروی شما تمایل داره که به مسیر مستقیم خودش ادامه بده و فرمون نمیگیره اصطلاحاً. این هم به خاطر همون لنگر انداختن روی تایرهای بیرونی به سمت پیچ هست که بهش میگیم کم فرمانی. بعد اینا کی اتفاق میفته؟ به چه صورت اتفاق میفته؟ کی مثلا عقب ماشین تو حرکت‌های پی در پی از زمین کنده میشه و خیلی از دوستان تصورشون بر اینه که کنده شدن انتهای ماشین از زمین باعثش عملکرد ضعیف سیستم تعلیق عقب خودروست و این در حالی که
بالای 80% عامل اصلی این اتفاق عملکرد ضعیف سیستم تعلیق جلو هست. به چه صورت؟ ببینید بالای 70% تمرکز وزنی خودروی شما روی محور جلو قرار داره و مخصوصا ماشین‌های ما که اکثر ماشین‌های ایران خودرویی یا سایپایی که کلاً دیفرانسیل جلو هستن و به این صورت موتور، گیربکس، تمام متعلقات نیروی محرکه و همه اجزا تمرکزشون روی محور جلو هست و مثلا توی ماشین 1 تن و 100 کیلویی نزدیک 700 کیلو وزن روی تایرها جلو قرار داره و 300-400 کیلو هم برای محور عقب میشه. وقتی که وارد پیچ میشین، ماشین شما به خاطر وزنی که داره تمایل داره خودش رو به سمت بیرون پیچ کج کنه و این تمایل شدن کل بدنه خود رو به سمت بیرون پیچ باعث میشه که وزن و تمرکز وزنی به تایرهای بیرونی بیشتر وارد بشه و در این حالت چون وزن و اون فشار از روی تایرهایی که به سمت داخل پیچ هستن برداشته بشه و اون فنر مجال اینو پیدا کنه که خودش رو باز کنه و در این حالت وقتی که خودرو فشار حداکثری به تایرهای سمت بیرون پیچ وارد میکنه و باعث دفرمگی شکل ظاهری خود همون تایرها میشه که به صورت بالشی در میاد به اصطلاحاً و از ماکسیموم چسبندگی اون تایر رد میشه و باعث میشه که حادثه رخ بده. ولی میل تعادل از این حالت جلوگیری میکنه. وقتی که حرکت‌های پی در پی و مارپیچ با سرعت‌های بالا رو انجام میدین به علت همین تمرکز وزنی که روی محور جلو قرار داره باعث میشه که کوچکترین تغییر زاویه نسبت به افق یا نسبت به اون سطح جاده و حالت پیچشی که به شاسی وارد میشه باعث میشه که انتهای ماشین اون زاویه‌ای که میگیره بیشترین تغییر زاویه نسبت به محور جلو رو داشته باشه و بیشترین تغییر زاویه نسبت به جلو باعث میشه که تایرها از زمین کنده بشه یا استکاک خودش رو از دست بده و مخصوصا سر پیچ هایی که مثلا با ترمز همراه شما میخواید حالت تند مارپیچ رو انجام بدید، این حرکات ها به صورت اثر شلاقی تو انتهای ماشین باعث میشه که این حرکت دو ماهی مانند داشته باشه یا به صورت اثر شلاقی از زمین کنده بشه. همه این موارد از ضعف عملکرد میل تعادل هاست. به چه صورت؟ به این صورت که ببینید وقتی که این فشار حداکثری روی محورها ایجاد میشه و باعث میشه که تایرهای بیرونی وقتی که به سمت بیرون پیچ هست فشار بیشتری وارد بشه و در سمت مقابل فنر این فرصت پیدا کنه که خودش رو آزاد کنه، میل تعادل دقیقاً در این حالت در این لحظه زمانی عمل میکنه. هر چقدر میل تعادل بهتر باشه این حرکتی که و این تغییر اندازه عمودی که روی استرات یا همون مجموعه فنر کمک فرمان اتفاق افتاده به سمت مقابلم انتقال بده باعث میشه که دو تا تایر همزمان بالا پایین بشه و سطح افقی خودروی شما نسبت به سطح افقی آسفالت یا جاده حفظ بشه و در نتیجه 4 تا لاستیک شما همزمان روی سطح جاده به صورت تقریبا یکسانی چسبندگی خودش رو حفظ کنه و این حالت باعث میشه که شما اون پیچ مانع یا مسیری که یا بحرانی که اتفاق افتاده یا حرکت سریعی که میخواد انجام بدید رو با دقت هرچه بیشتر، کنترل پذیری بالاتر و پایداری عالی بتونید که اون مسیر خودتون رو طی کنید. ببین عزیزان، تفاوت استرات بار با میل تعادل دقیقاً ماهیت کل قطعه با هم دیگه فرق میکنه. استرات بار حالا به اشتباه اسمش استرس بار توی ایران رواج پیدا کرده. استرات بار یک قطعه استاتیکی هست، میل تعادل یک قطعه دینامیکی هست، قطعه‌ای که کار انجام میده، حرکت داره.
ببین دوستان، شما فکر کن که روبروی ماشین نشستی و داری به رخ ماشین نگاه میکنی. یک مستطیل رو در نظر بگیرید که ضلع پایینیش میشه رام و مجموعه اون طبقها، ضلع‌های کناری میشه مجموعه فنر، کمک فنر، توپی، همه اینا میگیم بهش استراد. اون ضلع‌های کناری شد استراد. ضلع بالایی حالا تو این خودروهایی که ما دسترسمون هست مثل خانواده پژو اینا، معمولا سر اون جایی که کمک فنر به شاسی باز میشه هیچ قطعه‌ای وصل نیست. حالا تو پیکان‌های قدیمی این استرس بار بوده، استرات باره هست و اون ضلع بالایی و این استرات بار یا همون استرس باری که رواج پیدا کرده اسمش، اون استرس بار این ضلع چهارم رو میبنده و اجازه نمیده که شاسی ما تو حرکت‌های شدید یه تکون‌های جزئی میتونه داشته باشه، چون آهن ذاتاً یا حالت فنریتی میتونه داشته باشه یا حالت الاستیک داره، یه دامنه الاستیک و تغییر فرم مجاز میتونه داشته باشه و وقتی که این ضلع تکمیل میشه استرات بار اجازه نمیده تو حرکت‌های تند، فشارهایی که وارد میشه اون حرکت جزئی و تغییر زاویه اتفاق نیفته و وقتی هم این تغییر زاویه اتفاق نیفته به تبع عملکرد اون سیستم تحریک هم مختل نمیشه و میتونه بهتر عمل کنه. ولی میل تعادل به صورت فابریکی روی اکثر ماشینا هست، به جز پراید کلا پراید حذفش کنید تو این قضیه. در خانواده 405 هم عقب خودش 3 تا میل داره، 2 تاش کوتاه یکیش بلنده. 2 تا کوتاها میل تورشن، میل های پیچشی یا میل فنر هستن که کار فنریت رو انجام میدن و یک عدد میل بلند هست که کار تعادل رو انجام میده. بعد در خانواده 206 میل تعادل و جلوگیری رام بسته میشه و باز و بسته کردنش از زیر رام هست و نزدیک 10 دقیقه هم زمان میبره و در خانواده 405 هم روی رام بسته میشه و میل تعادل های ما بدون هیچ گونه نیاز به تغییرات و نیاز به تخصص خاصی قابل نصب هست و هر کسی میتونه، اگه مثلا مکانیک یا جلو بندساز کار باشه یا حتی خود شما در خانواده 206 اگه دست به آچار باشه یا امکاناتش داشته باشید میتونید تعویض کنید. با این اوصاف و قابلیت هایی که میل تعادل داره این قطعه رو جزو اولویت های اصلی قطعات خودرومون قرار میده و متاسفانه میل تعادل های فابریکی که شرکت ایران خودرو و سایپا مثلا سایپا روی ماشینای کویک و خانواده های تیبا اینا که گذاشته یا روی خانواده 405 یا مخصوصا 206 جزو ضعیف‌ترین قطعه هایی هست که رو ماشین میتونه قرار بگیره. یعنی هم از لحاظ متریال و ساختارش هیچ گونه تفاوتی ایجاد نشده، بدتر شده که هیچ بهتر نشده، ولی متاسفانه میل تعادل های فابریک شرکتی که به صورت فابریکی روی تمام خودروها هست این قابلیت رو نداره، این قدرت رو نداره که بتونه به حد کافی کنترل و دقت رو به ماشین هامون بده. میل تعادل های بهینه‌ای که ما طراحی کردیم با استفاده از بهترین متریال موجود در بازار و اون ریدیزاین شدن یا طراحی مجددی که روش انجام دادیم باعث شده که بهترین کارایی رو نسبت به نوع استفاده ماشین شما بتونید از این قطعات بگیرید. در رنج ها و کلاس های مختلف و در اندازه های مختلفی ما اینا طراحی و درست کردیم که شما میتونید نسبت اون استفاده و نحوه کاربردی که از ماشینتون دارید که ماشین ریسینگ باشه یا استفاده روزمره یا استفاده بین شهری دارید ازش، میتونید از این تنوع محصول ما استفاده کنید. و در آخر امیدوارم که در هر کجایی که ایران هستید با امنیت و همیشه در کنار خانواده‌تون به خوبی و خوشی سر کنید و از دنیای ماشین بازی و این دنیای بیپایان لذت کافی رو با امنیت و سرعت بالاتری رو بهره ببرید.